من کلگی عاشق جنت است، من عاشق دوزخ هستم. من دوزخ میخوایم اصلا. کلگی رضایش میخوایم، من وظیفه من انجام میدم. کلگی دیدارش میخواد، من نمیخوایم. به خاطر از یک بگ پیسه میشم. یک مجرم روی خود روی قاضی نمیتونه. با کدام روی بر روی پروردگار رسالشم. اکسیژن با کمبندسای تبدیل کردیم، هوا برق تبدیل کردیم. پیغمبر معظم ما با تمام 6 امپراتوری شکست داد. ما 6 امپراتوری سم نوکر یهود نصارا شدیم. پیغمبر معظم دو تا مسجد داد، با دو تا جور کرد. یکی قبا و یکی منابعی. ما 14 میلیون مسجد دارم. از تولد پیغمبر تا کنون 12 میلیون 700,000 ساعت میگذره. کمتر از یک ساعت یک مسجد جور میشه. 14 میلیون مسجد است. مسجد خانه خدا نیست. به خاطر که خدا پیش از مسجد خانه نباش، عبادت خانه خداست. خانه محمد مصطفی است. به این خاطر من با تمام اگه فرق ما است که من وظیفه من انجام میدم، دوزخ خوش دارم و خدا در جنت مرا ملائکه تانه میتن. یک مجرم که مجرمین پردیش میشن، نه که آدم های صالح مرا تانه میتن که او صدیق افغان سعی کنید پیغمبر معظم با تاریکی تولد شد، روشنی آفرید، تو در روشنی قرآن را نمیفی، در گوش از آزان داده نشد، در گوش تو آزان داده شده. او تو قومش کافر بود، تو مسلمان، او تا 40 سالگی قرآن نمیشناخت، با قرآن بزرگ شدی. او را 5 آیت در 23 سال آورده جیره داده، کلام مخصص صرف کرده به تکلیف بر تو. به همین خاطر من خجالت بکشم پیش یک بیچاره 1200 بیچاره پیغمبر، پیش اولیاء انبیا دوزخ خوشارم. دوزخ فایده در دوزخ چی است؟ دوزخ 5 فایده دارم. اول تا آتش نخورم پخته نمیشم، بگو یک فایده. دوم در دوزخ به خاطر خوش هستم که دوجا منافقین گیر میکنم که 3 میلیون نفر کشتن که اسلام در خطر است، ولی عقلا نمیگن که این نظام اسلامی نیست. همین نظام هر روز تلویزیون ها چی نشان میده؟ یا یک ملی غیرت ازت گرفته، روز یک ملی در 20 سال چقدر چند ملی میشه؟ روز یک ملی از قلبت ایمان گرفته، روز یک ملی از زیر پای پاتن گرفته، مادنای تا برده، سرکات تنگ کرده. روز اول در مقابل شو خستیم. به این خاطر ما وقت دعا میکردن جلسه میکرد کفار بالا، جلسه میکرد کفار نبره. این به این خاطر گپ دیگهش به این خاطر دوزخ خوش دارم که جلیلنا مشرکین کسانی که میگن دوزخ نیست یارو گیر میکنن، سر شکمش لغت میکنن، پدرنالات گفته بود دوزخ نیست، دیدی دوزخ بود، کوفت خدا میگیرم، کوفت خدا میگیرم. آخ یار خدا جنت پیدا کنم میتونم. پنجمی شایسته از این است. ما هیچ وقت کسی صاد خودم آج نمیکنم، قربان شام صاد سرش مصرف شده. ما وظیفه ما انجام میتونم. من ایس انسان پروردگار جلالشان او اگر مرا سگ جور میکرد چطور میکردم؟ اگر حیوان جور میکرد، اگر کافر جور میکرد، اگر معیوب جور میکرد، اگر کور جور میکرد، کور مادرزاد پروا نداره، کور بصیرت جور میکرد، کور دماغ جور میکرد، کور مادرزاد از مکد هوشیار است، او روشندل است، او روشندل است، قرآن از مکد خوب میفهمه. به این خاطر 1000 میلیون سال عبادت کنم، این 5 دقیقه اکسیژن نمیتونم قیمتش بتونم. 5 دقیقه اکسیژن تا میگم 5 میلیون دلار میتونم. نه بدلم 5 دقیقه اکسیژن برای ما مهم است. پاچایی با اکسیژن و فلحاظ ما وظیفه ما انجام میتونم همیشه.